بهتره این اطلاعات عمومی رو در مورد بدن خودتون بدونید. اگه توی سرما به خودمون بلرزیم یه مقداری وزنمون کاهش پیدا میکنه. دانشمندای استرالیایی تحقیق کردن و فهمیدن 10 دقیقه لرزیدن توی سرما بیشتر از 10 دقیقه ورزش کردن میتونه چربی بسوزونه. اونا حتی گفتن بدن توی این شرایط بیشتر از چربیای قهوه‌ای استفاده میکنه. چربیای قهوه‌ای یه نوع بافت چربی ان که انرژی بدن رو ذخیره نگه میدارن و خیلی سخت میتونیم اینا رو از دست بدیم. دوچرخه سواری سیستم ایمنی بدنتون رو جوون میکنه. این بار دانشمندای بریتانیایی روی موضوع کار کردن. اونا روی دوچرخه سوارایی که بین 55 تا 79 سالشون بوده کار کردن. متوجه شدن کسایی که روزانه چندین ساعت دوچرخه سواری میکنن در سنین بالاتر عضلات بهتری دارن. سطح چربی و کلسترول بدنشون هم ثابت میمونه و بالا نمیره. جالبترین نکته اینه که سیستم ایمنی بدنشون مثل آدمای 20 ساله است. اگه دوچرخه سواری میکنید حتما این کارو ادامه بدید. آدمایی که حالت عادی یه مقداری بیقرارن دیرتر وزنشون بالا میره. تحقیقات نشون داده کسایی که توی حالت عادی یه مقداری بیقرارن و جنب و جوش دارن خیلی سخت‌تر وزنشون بالا میره. مثلا این افراد عادت دارن با ناخنشون به یه جای ضربه بزنن، یا مثلا پاشون رو همش دارن تکون میدن، یا وقتی که دارن صحبت میکنن پا میشن راه میرن. حتی کوچکترین فعالیت‌های بدنی اگه به شکل عادت باشه در کاهش وزن ما خیلی موثره. محققا فهمیدن بچه‌هایی که ناخناشون رو میجوئن سالم‌ترن. دانشمندای کانادایی عادت‌های 1000 تا کودک 3 تا 9 ساله رو بررسی کردن. اونا فهمیدن این بچه‌ها بعدها خیلی کمتر به آسم مبتلا میشن. همچنین اونا خیلی کمتر واکنش‌های آلرژیک پیدا میکنن. سیستم ایمنی اونا هم خیلی قوی‌تره. به گفته این پژوهشگرا میکروبایی که اون موقع وارد بدنشون شده این مزیت رو به سیستم ایمنیشون داده. دانشمندا فهمیدن حضور پزشک باعث میشه که فشار خونتون بالا بره. 20% جمعیت دنیا مبتلا به سندروم به نام روپوش سفیدن. این افراد ترس ناخودآگاهی از پزشک دارن. وقتی که این افراد وارد مطب پزشک میشن فشار خونشون یه خورده بالا میره. ممکنه که ظاهر خونسردی داشته باشن ولی از داخل یه خورده آشوب میشن. این سندروم بین خانم‌ها یه مقداری بیشتر شایعه. شما هم از دکتر رفتن میترسید یا نه؟ دانشمندان معتقدند فیست بامپ یا زدن مشت‌ها به هم بهتر از دست دادنه. اونا فهمیدن که وقتی که ما با هم دست میدیم میکروبای خیلی بیشتری بین ما منتقل میشه. حتی یه های فایو از دست دادن خطرش خیلی کمتره. دانشمندا بازم ما رو متعجب کردن. اونا فهمیدن پیتزا صبحونه سالمتری تا غلات صبحونه است. احتمالاً به نظرتون این موضوع یه خورده غیر منطقی میاد. شاید فکر کنید که پیتزا یه غذای کاملا ناسالمه، ولی دانشمندای آمریکایی مدعی‌اند که پیتزا حاوی چربی و کربوهیدرات و پروتئینه. این باعث میشه که شما مدت طولانی‌تری سیر بمونید. غلات صبحونه و شیر به سرعت قند خون شما رو بالا میبرن و به سرعت هم شما بعدش گرسنه نمیشید. البته این معنیش این نیست که هر روز صبح پاشید پیتزا بخورید، ولی خب زیاده روی در غلات صبحونه هم اصلا خوب نیست. همیشه به اندازه کافی آب استفاده کنید. اگه این کارو نکنید بدنتون مجبور میشه از منابع دیگه استفاده کنه. مثلا ممکنه بدنتون از روده بزرگ آب رو خارج کنه. این شکلی ممکنه دچار یبوست بشید. گفته میشه روزانه حداقل 6 تا 7 لیوان آب استفاده کنید. اگه با این وجود مشکل یبوست داشتید حتما باید یه دکتر رو ببینید. یبوست در بلند مدت مشکلات بدتری رو ایجاد میکنه. کدوم فکت پزشکی رو بیشتر دوست داشتید؟